در 11 ژوئن سال 1894 در شهر کوسای ژاپن پسری به دنیا اومد که اسمشو گذاشتن کیچیرو تویودا. فامیلیش به نظرتون آشناست. پدر کیچیرو، ساکیچی تویودا، یک مهندس فنی کارکشته بود و از بچگی فنی رو که بلد بود به پسرش یاد میداد. از بچگی کیچیرو اطلاعات زیادی در دست نیست، ولی میدونیم که وقتی بزرگتر شد به دانشگاه توکیو رفت و 4 سال بعد با مدرک مهندس مکانیکی فارغ التحصیل شد. در این زمان پدر کیچیرو یک شرکت را اندازی کرده بود به نام تویوتا بوشوکو که توی این شرکت دستگاه پرس می ساختن. البته پرس چاپ، نه پرس صنعتی. کاری که اینها انجام میدادن با کیفیت بود و نسبتاً شرکت موفقی بود. کیچیرو هم که عاشق مهندسی بود هر روز با پدرش میرفت و تو این شرکت کار میکرد. بعد از اینکه 1 سال کیچیرو با پدرش کار کرد، به پدرش گفت اجازه بده من برم آمریکا و ببینم فناوری‌های جدید در این باره چیه و اونها رو بیارم تو شرکت پیاده کنیم. پدرش هم گفت برو. کیچیرو سوار کشتی میشه به مقصد سان فرانسیسکو. اون مثل این که به یک دنیای جدیدی وارد شده. توی آمریکا اصلاً پرس چاپ رو فراموش میکنن. با صنایع مختلف آشنا میشه. اون اصلاً به وجد اومده بوده و نمیدونست کدومو نگاه کنه. اما در آخر سر یک صنعتی رو میبینه که خیلی خوشش میاد. صنعت خودروسازی. ولی میبینه فعلاً توانشو نداره که این صنعت رو تو ژاپن پیاده کنه. در این زمان فقط 23 سال سن داره. با این وجود عاقل بوده. برمیگرده ژاپن پیش پدرش و میگه صنایع بزرگی تو آمریکا دیدم، ولی بهتر اینه که ما با کوچیک شروع کنیم و دستگاه‌های نساجی و پارچه بافی تولید کنیم. پدرش هم میگه چه عالی، دست به کار شیم. چند سال بعد، یعنی در سال 1926، کیچیرو یک انقلابی در دستگاه‌های نساجی به وجود میاره. اون خودش یک دستگاه رو طراحی میکنه و اختراع میکنه. دستگاهی به نام مدل جی لوم که میشه گفت خیلی کارایی بالایی داشته در اون زمان. این دستگاه حسابی موفق شد و کیچیرو به پدرش میگه الان وقتشه که اسم شرکت رو عوض کنیم که به یه چیزی وابسته نباشیم، به همه صنایع ربط داشته باشیم و اسم شرکت رو میکنن تویوتا اینداستریز کورپوریشن. باید بدونید که در همین دورانه که ژاپن یه مقداری داره صنعتی میشه و میخواد یه جورایی با آمریکا و اروپا رقابت کنه. پدر کیچیرو متوجه میشه که پسرش آدم بالیاقتیه، برای همین مدیر عاملی شرکت هم میسپره به خود اون. کیچیرو وقتی مدیر عامل شرکت میشه فکرش میره به طرف آرزوش، آرزوی تولید خودرو، همون صنعتی رو که تو سان فرانسیسکو دیده بود و منتظر موقعیت بود که تو ژاپن بتونه پیاده کنه. باید بدونید تا این زمان خودروسازی در ژاپن وجود نداره. کیچیرو هم همینجوری بیگودار به آب نمیزنه. شروع میکنه تحقیقات کردن. اینترنت یا حتی مجله ماشین هم وجود نداره. برای همین تحقیقات به شدت سخته. کیچیرو برای اینکه تحقیقاتشو کامل کنه برنامه گذاشت که هم بره خودروسازهای اروپایی رو ببینه هم آمریکایی رو. برای همین اولین پله راه افتاد به طرف اروپا، مخصوصاً صنایع خودروسازی آلمان، فرانسه و انگلیس. بعدم از انگلیس رفت به طرف آمریکا. 4 سال تموم تحقیق و پژوهش میکنه و بالاخره در سال 1933 خودروسازی تویوتا در ژاپن کلید میخوره. اما تولید سخت بود. برای همین 3 سال طول کشید که اولین ماشینشون رو آماده کنن، خودروی مدل AA سدان. این اولین تویوتای تاریخه، اما زمان مناسب نیست. دهه 1930 و تنش تو دنیا خیلی زیاده. ژاپن هم خیلی میخواد خودشو قاطی کنه که بگه منم جزو قدرت هام. دولت ژاپن به کارخونه تویوتا اعلام کرد فعلا ما به ماشین سواری احتیاج نداریم، باید ماشین و قطعات نظامی تولید کنیم. این داستان تویوتا رو میندازه عقب، دقیقاً مثل داستان فردیناند پورشه در آلمان که داستانش در تاریخچه فولکس واگن هست که در چیزو می ساختیم.
بالاخره جنگ و درگیری و تنش ادامه پیدا میکنه. تویوتا هم مجبور میشه که فقط وسایل نظامی تولید کنه. جنگ تموم میشه، آمریکایی‌ها پیروز میشن، ژاپن رو میگیرن و تازه 4 سال بعد از پایان جنگ، یعنی در سال 1949، اقتصاد ژاپن دوباره شروع به حرکت میکنه و کارخونه تویوتا هم شروع میکنه به کار کردن. بعد از جنگ اولین خودرویی که تویوتا تولید کرد تویوتای SA بود. SA یه جورایی با استقبال مواجه شد، اما شرکت بعد از این همه گرفتاری که کشیده بود هنوز کار داشت که درست راه بیفته. حالا جنگ تو ژاپن تموم شده، جنگ کره شروع شده که آمریکا و شوروی تو خاک کره دارن می جنگن. ژاپن هم که دست آمریکا بود، برای همین سعی میکرد چیزهایی که تو جنگ میخواد از ژاپن بخره. اونها 1350 تا خودروی جنگی به تویوتا سفارش میدن. این قرارداد تویوتا رو از رو زمین بلند میکنه. فکرشو بکنید، پول نقد 1350 تا ماشین سفارش. کیچیرو گذاشت پشتش که هرچه زودتر این ماشین ها رو تولید کنه، تحویل آمریکا بده. پول تو شرکت به گردش در اومد و کیچیرو تونست تصمیم بگیره برای تولید محصولات جدید. زیاد طول نمیکشه، 1 سال بعد، یعنی در سال 1952، تویوتا اولین خودروی موفقش رو میده بیرون، تویوتا کراون مدل سال 1952. در همین سال که اولین خودروی موفق تویوتا وارد بازار میشه، کیچیرو 57 سال سن داره و به ناگاه یه دفعه میفته و از دنیا میره. میبرنش بیمارستان که ببینن چرا. میبینن داخل جمجمه‌اش خونریزی کرده که میگن احتمالاً یک سکته مغزی بوده. دنیاست دیگه، بهش اجازه نداد 2 تا از خودروهای موفق خودشو تو جاده ها ببینه. بعد از درگذشتن کیچیرو، مرد شماره 2 تویوتا، یعنی ایجی تویوتا که پسرعموی خود کیچیرو بود، شد مدیر عامل. ایجی هم دقیقاً اخلاق کیچیرو رو داشت. دوست داشت شرکت پیشرفت کنه و محصولات خوب بسازه. برای همینم بود کیچیرو اینو کرده بود مرد شماره 2 شرکت. ایجی تولید تویوتا کراون رو افزایش داد و سعی کرد صادر کنه به کشورهای دیگه و موفقم شد. فقط 3 سال بعد، یعنی در سال 1955، معروفترین خودروی تویوتا رونمایی میشه، تویوتای لند کروزر. این خودرو تو دنیا با استقبال روبرو شد. بزرگترین مشتریهای اولیه‌ش هم کشورهای آمریکای جنوبی بود. جالبه که بدونید بعد از اینکه جنگ تموم شد و ژاپن شکست خورد، کلی کشور از ژاپن شکایت کردند و گفتن باید خسارت ما رو بدین و دادگاه بین الملل هم بریده بود که ژاپن باید به این کشورها خسارت بده. در این بین کشورهای تایلند و فیلیپین که خیلی از ژاپن طلبکار بودن، گفتن ما حاضریم به جای طلبمون از این تویوتاهای لند کروزر بگیریم. دولت ژاپن مجبور شد از شرکت تویوتا لند کروزر بخره و بفرسته تو این کشورها. همین باعث شد که تویوتا یه پله دیگه رشد کنه. وقتی خبر این ماشین تو دنیا پخش شد که چه ماشین کم هزینه با کیفیتیه، استرالیایی هم مشتری شدن. گفتن برای ما هم بفرستیم. کارخونه تویوتا دیگه نمیتونه سرشو بخارونه و باید شبانه روز تولید میکرد. در آمریکای لاتین به قدر این تویوتا ترکوند که شرکت تویوتا مجبور شد اولین کارخونه بیرون از ژاپن رو در برزیل احداث کنه که بتونه بازار آمریکای لاتین رو تأمین کنه. این ماشین نه تنها تویوتا رو بلند کرده بود، بلکه صنعت خودروسازی ژاپن و حتی اقتصاد ژاپن رو هم حرکت داده بود. اقتصاد ژاپن که داشت رشد می‌کرد، به جایی می‌رسید که درآمد مردم هم رفته رفته میرفت بالاتر و تک و توک ژاپنی‌ها هم میتونستن خودرو بخرن. برای همین تویوتا تصمیم گرفت خودرویی بسازه که ارزون باشه، ساده باشه و همه ژاپنی‌ها بتونن بخرن. اولین تویوتای کورولا برای همین اومد بیرون. یه جورایی میتونیم بگیم فورد مدل تی ژاپنه.
کورولا هم ترکوند. باید بدونید که پرفروشترین خودروی تاریخ همین تویوتا کورولاست. رکوردی که قبل از کورولا دست فولکس واگن قورباغه‌ای بوده. تو دهه 1960 میلادی توی ژاپن تویوتا حرف اول خودروسازی رو میزنه و هیچ شرکتی نمیتونه به گردش برسه. برای همینه که تویوتا سعی میکنه تو شرکت‌های دیگه سرمایه گذاری کنه. اونا تو شرکت هینو که خودروهای سنگین میساخت سرمایه گذاری میکنن. تا قبل از این هینو فقط موتور دیزل میساخت که تویوتا تو قسمت موتورهای دیزلش هم سرمایه گذاری میکنه. بعد وضع تویوتا بهتر میشه و 17% شرکت دایهاتسو رو میخره. هیجی تویوتا 30 سال تموم شرکت رو به بهترین نحو مدیریت میکنه و فقط میبرتش رو به بالا. اما میبینه سنش رفته بالا و باید مدیریت یک همچین مجموعه عظیمی رو بسپره به دست یک جوانتر. برای همین پسر کیچیرو که خوب کارو یاد گرفته بود جانشین هیجی میشه، سویچیرو تویوتا. وقتی پدرش مرد این فقط 27 سالش بود و هنوز کاملا پخته نشده بود. اما الان دیگه موقعش بود مدیریت رو تحویل بگیره. سویچیرو کارخونه رو وارد یک مرحله جدید میکنه. اون با آمریکایی‌ها قرارداد میبنده و اجازهش رو میگیره که اولین کارخونه تویوتا رو در آمریکا بزنه. اولین کارخونه تویوتا در فریمانت کالیفرنیا در سال 1984 افتتاح میشه. این کارخونه تویوتا رو به اوج خودش رسوند چون محصولات خوبی داد بیرون و آمریکایی‌ها خوششون اومد و زیاد طول نکشید که آمریکایی‌ها تویوتا هم می‌خریدن، چون تا قبل از اون فقط ماشین آمریکایی می‌خریدن. جالبه که بدونید همین کارخونه تویوتا در فریمانت بعد از رکود سال 2008 بسته شد و کارخونه رو ایلان ماسک خرید برای تولید خودروی تسلا. اما نه اینکه تویوتا کاملا تو آمریکا بسته شد. کارخونه‌شو برد جاهای ارزونتر. یه دونه تو تگزاس زد، یه دونه هم تو مکزیک. سویچیرو سرشار از ایده‌های مختلف بود. سال 1989 یک ایده انقلابی دیگر رو پیاده میکنه و بخش لکسوس رو رونمایی میکنه. باید بدونید که لکسوس بخش لاکچری تویوتاه. سویچیرو لکسوس رو مهندسی کرده بود فقط برای بازار آمریکا. اون اسم خودروهای لاکچریشو برای این عوض کرد که بتونه پول بیشتری بگیره، چون آمریکایی‌ها برای تویوتا حاضر نبودن پول بالایی بدن. جالبه که بدونید سویچیرو این کارو از شرکت‌های آمریکایی الگو برداشت. مثلا شولت لاکچریش کادیلاکه یا فورد لاکچریش لینکلنه. تویوتا هم همین برنامه رو پیاده کرد. این لکسوس رو میبینید، لکسوس LS400 مدل 1989. لکسوس اینو تولید کرد برای اینکه با بنز رقابت کنه. یک خودروی بسیار نرم با کیفیت و لاکچری با مواد با کیفیت، اما حدود 10-12 هزار دلار از بنز اسکلاس ارزونتر. و جالب اینه که اسکلاس های این دوره 100,000 کیلومتر رو به زور پر کردن. اینها هنوز تو آمریکا دارن راه میرن و کیلومتر شمارشون به میلیون ها رسیده و خیلی کارکرده‌ش هم اگر بخوای بفروشی میخرن، در صورتی که بنز کارکرده قدیمی رو نمیخرن. لکسوس افتاده بود رو غلطک و تویوتا هم انواع سواری، وانت و SUV های مختلف داشت تولید میکرد که مثلا تویوتا هایلوکس هم یک خفن دیگه که تو دنیا طالب داشت و هنوزم داره. در همین دورانه که تویوتا یک آس دیگه رو میکنه، یک خودروی اسپورت که تو دنیا میترکونه، 4مین مدل تویوتا سوپرا که هنوزه یکی از ارزشمندترین اسپورت های ژاپنیه. مثلا یک مدل 1996 شو اگر تمیز باشه 100,000 دلار میخرن. البته اگر پکیج توین توربو و دنده‌ایش باشه. اگر غیر از این باشه میخرن، منتها ارزونتر. اگر تاریخچه خودروهای هیبریدی رو در چیز و میز دیده باشین، میدونید که اولین هیبریدی موفق هم در سال 1998 توسط تویوتا ساخته شده. تویوتای پریوس. در سال 2009 شرکت تویوتا مرتکب یک خرابکاری بزرگ هم شد.
موقعی که یک سری از تویوتاها پدال گازشون گیر میکرد و مجبور شدن میلیون‌ها از خودروهاشون رو در دور دنیا فراخوان بدن تا عیبشو درست کنن، وگرنه مردم رو به کشتن میدادن. این واقعه کلی به شرکت ضرر زد و بعد از 70 سال اولین بار بود که شرکت یه مقدار ضرر نشون داد. این کلیپ این خرابکاری تویوتاست که تو چیزومیز آپلود شده. با وجود این ضرر هنگفت، اما تویوتا دوباره برگشت رو پای خودش و این بار تبدیل شد به پرفروشترین خودروساز دنیا که هنوز هم پرفروشترین خودروی دنیاست. تا سال 2023 24 رو هنوز نمیدونیم. در سال 2009 سویچیرو پسر خود تویوتا کناره‌گیری کرد و جاشو داد به پسرش آکیو تویوتا که میشه نوه کیچیرو تویوتا. آکیو تویوتا هنوز هم مدیر عامل شرکته و هدفش اینه که شرکت رو بیشتر رشد بده. حسنی که تویوتا داره اینه که هر ماشینی که تا به حال داده بیرون، نمیگیم همشون سوپر آس بوده، ولی چیز آشغال هم نداده بیرون. در صورتی که هر خودروساز دیگره که فکرشو بکنین، چه تو اروپا، چه تو آمریکا، چه تو آسیا، خودروی به درد نخورم تولید کردن. اما تویوتا میگه ما چیزی تولید نمی‌کنیم که اسممون خراب بشه. مدیر عاملش هم برخلاف شرکت‌های دیگه از همون خانواده اصلی صاحب شرکته. داستان زندگی این شرکت‌ها میتونه خیلی برای ما الگو باشه که زود عقب نشینی نکنیم، با یک شکست سرد نشیم و سعی کنیم کیفیت کارمون رو هیچ موقع پایین نیاریم.